خدمت تمام دوستداران گیم کلش رویال. من اومدم با یه ویدیوی دیگه به صورت لایو بتل. قراره چند تا بتل بزنیم دوره هم و خب به اولتیمیت چمپیون هم رسیدیم اخیراً. حالا تا کاپ 1900 خورده ای هم رفتم، یه منفی سگی زدم، اومدم رو 1500 و اینا. حالا کاری ندارم، فرصت خوبیه واسه این که یه پوش کاپی بدیم. خب به خاطر همین قراره که لایو بریم با دک لاوا کلاسیک که این دک هستش که خیلی وقت باش پلی میدم. حالا تام بمون 14 به 15 هنوز نرسیده، یکم کار کم داریم و خب با همون لول 14 هم کارو در میاریم تقریبا. درست حالا سخته ولی خب خوب جواب میده دیگه. خلاصه که 15 بشه خیلی هم بهتر میشه. بریم سراغ بتل. کنون تابر حریفمون و اینکه یکم خوبه دیگه نسبت به تابرهای دیگه. تابر قشنگیه. لاوا نداریم توی دستمون، مجبوریم یکم سایکل کنیم تو لاوا هم بیاد توی دستمون. آره همین منتظر بودم رویال هوگشو بندازه و اینکه ما لاوا رو داریم توی دستمون ولی خب نمیریزیم لاوا رو. دلیلش هم اینه که بالون نداریم فعلا توی 4 تا کارت اول و خب فعلا بازم باید کارهای سایکلی انجام بدیم تا بالون هم بیاد توی دستمون. به به فایر کرکر که از کارت های رومخ رویال هستش. یه ضربه میزنه و 2-3 متر میره عقب‌تر باز ضربه میزنه که خلاصه که خیلی رومخه. زپمون ایو شده، میتونیم با زپ ایو فایر کرکر رو بزنیم. حالا فعلا چیزی نمیندازیم، ببینیم چی داره اصلا تو دستش. فکر نکنم چیز خاصی داشته باشه، اصلا نمیخواد حیفش کنیم. و خب فایر کرکر هم که طوله های لاوا زدن، خیلی هم قشنگ بود تو حمله اول. یه فایر بندازیم، حالا زپمون تو دستمون بمونه. والکری و زپ چون ایو شدن تو حمله میتونه به کمکمون برسه. زپمون اینجا واسه فایر کرکر ایو خیلی خوبه. اینجا حریفمون آماده میشه واسه حمله و همزمان که دارین حمله میکنین باید حواستون به دفاع هم باشه، چون میانگین اکسیر خیلی پایینی داره حریفمون و خب خیلی راحت میتونه سایکل کنه. یا فایر واسه فایر کرکر، حواستون به حمله باشه. فایر کرکر سایکل و خب که تقریبا گرفتیم این تابلو رو. نیازی نیست مثلا کار خاصی انجام بدیم، منتظر فایربالیم و خب گیمو تمومش کنیم. خب اینم از بتل اول جلوی ترکیب رویال هوگ به همراه فایر کرکر. بدون وقفه بریم سراغ بتل دوم، پوش کاپ کنیم و کم کم خودمون رو برسونیم به کاپ بالا و 2000 و اینا که این سیزن هدفمون یه رنگ خوشگل هستش انشاءالله. یه اشتباه نکنم ترکیبش توش از این دریل ها داره. آره همین کارت. خب ترکیبی که هوایی زن نداره، کنون داره، بعد پویزن داره و اینا. خلاصه که خیلی زیاد شده تو این سیزن. کنونشو انداخت. حالا ما یه بالون بندازیم از سمت مخالف ببینیم چی داره اصلا توی ترکیبش. یکم دستمون بیاد. خب خوبه دیگه، اینو انداختیم فهمیدیم فایربال چیز راکت داره به جای پویزن و خب خوبه، بهتر از پویزنه.
چون پویزن یه جورایی رو مخه، ممکنه اسکلت دراگینا رو اذیت کنه، ولی خب راکت رو میشه کاریش کرد. دمیج شد تا بره سمت چپمون، البته مهمم نیست چون هدف ما گرفتن تا بره سمت راسته. ببینیم قراره چی بندازه. توله های لاوا اینجا میتونن به کمک ما بیان واسه گرفتن تاور و بله اینطوری هم شد. همونطور که میبینید به راحتی تونستیم بگیریم تا بره سمت راستشو. حالا درسته تا بره سمت چپ خودمونم تقریبا رفته، ولی خب آنچنان اهمیت نداره چون ما تاور گرفتیم تو حمله اول. خب اکسیر داره دو برابر میشه و خب لاوا از سمت چپ و کارهای دفاعیمونم خیلی قرار بهتر صورت بگیره چون اکسیر دو برابره، هم میتونیم حمله کنیم هم میتونیم دفاع کنیم و خب توی حمله نباید عجله کرد جلو همچین ترکیبایی، چون میگم که ترکیبی که سری سایکل میشه یکم دفاع کردنش رو سخته و باید حواست جمع باشه. میخوایم دبل لاوا بریم، لاوا از وسط. خب منتظریم ببینیم اصلا حریفمون چی کار قراره بکنه، این کارتا رو میتونه کاریش کنه اصلا یا نه. راکت داره توی دستش، راکت واسه بالونه یا واسه والکری و اسکلت ها. بالون رو بیخیال شد، بالون تاور میگیره دیگه. بالون رو بیخیال بشی بالون تاور رو میگیره و خب اینم بتل دوم که جلوی ترکیب قشنگی بود. حالا پویزن بود قطعا اذیتمون میکرد، اینکه راکت داشت خیلی به نفع ما شد. 1600 رو زدیم بدون وقفه. بازم میریم سراغ بتل بعدی، دکلا با کلاسیک. به این صورت حمله اولش خونسا شد. این از رویال هوگش و خب چون حمله اول از سمت حریف بوده و خب ما ممکنه این سرباز سلطنتیش هم که ایو شده رو بندازه وقتی ما لاوا ریختیم. خاطر همین حالا منطق حکم میکنه که ما فعلا حمله نکنیم و خب اصلا ایو نیست سرباز سلطنتیش. خوب شد اصلا لاوا نریختیم. آره منطق حکم میکنه که ما فعلا دفاع کنیم و خب بعد بریم سراغ حمله. یه ذره بریم سایکل بشه. کارهای دفاعی سمت چپ چون دمیج شده بیشتر تمرکزمون رو سمت چپه و خب مگا هم که این زپیزا رو قرار بزنه. اکسیر دو برابر و خب فرصت بسیار خوبیه واسه حمله کردنمون و حملمون رو هم انجام دادیم از سمت راست. فرقی نمیکنه از سمت چپ یا راست، جفت ها میتونید حمله رو انجام بدید. یکیشون سمت را یه زپ بزنیم یکم دمیج بشه. خیلی هم عالی، هوای زماشو ریخته. یه فایر بندازیم اینجا واسه هلیکوپتره. خب خیلی هم عالی.
معلوم بود که این کار رو قرار انجام بده. ما کارهای دفاعی رو انجام میدیم. این بازی حساس شد. سمت چپ اولویت ماست. خب منتظریم که رویال هوکشو بریزه. ما والکری ایو داریم، نمیتونیم کارو در بیاریم یا نه. فعلا دفاع. بازی رو نگاه کنی، یه فایر تموم میکنه کارو. سایکل واسه فایربال. وای سمت راست زد. اصلا حواسم به سمت راست نبود، انقدر که تمرکزمون رو سمت چپ بود. سمت راست تاهر رو گرفت، خیلی هم بد گرفت. انقدر که تمرکزمون سمت چپ بود اصلا حواسم نبود تاور سمت راست. خب تاور رو گرفت، ما تا سایکل کنیم و فایربال بیاد و اینا عیب نداره. بریم سراغ بتل بعدی. خب حیف شد دیگه، بازی رو برده بودیم تقریبا. و یکم که حواسمون پرت شد از سمت راست، موفق شد تاور رو بگیره. خب ببینیم ترکیبش چیا داره. مگامیلیون و چیزای عجیبی دارم میبینم، نمیدونم ترکیبش چیه. خب تاور سمت چپ رو دادیم. ارو هم فکر کنم داشته باشه، حالا تو جایی که من میدونم نه نداره. خیلی عجیبه، همچین ترکیب من ندیده بودم کلا. یه فایر واسه دارک گوبلین، یه ضربم بزنه تا به سمت راست رو گرفتیم. خب بازی 1-1 همه چی مساوی و خلاصه که اکسیرم 2 برابر بشه خیلی قشنگ میتونیم حملمون رو انجام بدیم. این ترکیبای سبک خیلی بدم میاد، یعنی هرچی دارن 2 اکسیر توی دستشون میارن دیگه. یعنی هر کارتی که 2 اکسیر 3 اکسیر داره تو گیم اینا با خودشون برمیدارن میارن. خب واسه لابا پلیرها که سنگین پلی میدن خلاصه که کم رو مخه دیگه، باید حواسمون باشه. فایر اینجا بندازیم. این چی قراره بندازه؟ مینیونا رو بندازه. یه زفیز داریم بزنیم، نمیندازه فعلا. الان انداخت. زب یه دونم سریع. بله بنازم زب ایو. خوبیش اینه که خیلی قشنگ میزن اینجور کارتا رو. خب این بعده، اینو باید اول اون رئیسشون رو بزنیم وگرنه خونه خراب میکنه کلا.
و خب اینم از این بتل. یه جورای جبران بتل قبلی شد که خیلی ناراحت کننده بود، واقعا تلخ بود. یه لحظه که حواسمون پرت شد تا بره سمت راست رو دادیم و گیمو دادیم کلا. و خب این بازی رو باید میبردیم که یه جورای جبران اون بازی بشه. بریم سراغ بتل بعدی. آقای جی جی، ببینیم که ترکیبش چیه. به به، اینفرنو دراگ. فایر هم که میندازه، جالبه. ترکیبش چیه؟ لاواست یا چی؟ این لاوا میندازیم جلوش چون اینفرنو دراگ هم انداخته. به به، آقای الکترو دراگ عشق لاوا بازا. یا آقای کمی اینجور دمیج بده چون اینفرنوش هم انداخته. و یه حرکت جالب، اکسیر بیاد توی دستمون، سریعا یه والکری ول بدیم اینجا. بله خیلی قشنگ. از خوبی های تامبستون اینه، قشنگی تونست کارتاشو خونسا کنه. یه همده بریم از این سمت ببینیم چی داره اصلا توی دستش. فایربال یکم بزنه. آره من زپو میندازم، یه ضربه دیگه هم بزنه تا بر سمت چپشو بگیریم. به به، خب اکسیر گالم بمیره تا بریم چسب به اینفرنو دراگ. همینطور هم شد. اکسیر خیلی خوبی به ما میده وقتی که منهدم میشه این اکسیر گالم و خب همین باعث میشه خوب دفاع کنیم. همین از سمت راست تا از سمت چپ یا تمرکزی نداشته باشه، زپ نگه داشته میشه چون که ایشون ایوو شده و ایووش واقعا وحشتناکه. زپو اینجا به درد میخوره. این از این. یه مگا هم واسه الکترو دراگو. و خب به همین قشنگی با حساب و کتاب دفاعش کردیم. والکری ایوو میتونه کل کارتاشو جمع کنه، واقعا خفنه. خیلی کار آمده توی ترکیبمون که انقدر قشنگی دیگه جاشو داده به بربر ایوو. خب فایر یه ضرب، حرکت افتخاری بود که یه ضربه رو بزنی. همین کارم شد. و خب اینم از این بتل. ترکیب زد اکسیر گالم که توش فایربال هم داشت و خلاصه که خیلی زد ترش. خب بریم سراغ بتل بعدی. میشه مگا مینیون بندازیم و اینکه یه فایر زفن واسه ویچ. حالا فایر تاله رو نگرفت متاسفانه، این که مدافر انداختم. و خب حمله نکردیم چون لاوا توی دستمون اصولا باید حمله میکردیم ولی نکردیم چون دفاع اولویته واسه ما. از اونجایی که مینیون هاش هم ریخته و ویچش هم ریخته، ببینیم که چی داره توی دستش. بله دمیج خوبی دادیم به تاورش. خب خیلی هم عالی. یه زب بندازیم، نمیخواستم بندازیم، خواستم فایر زاپو واسه
ویچش نگه دارم، ولی خب اینجا زپ انداختن بهتر از تام ریختن بود، چون که تام واسه جیان یا حالا هر ترکیبی که داره نگه داشته بشه خیلی بهتره. خب این چه اکسیری میدم بهش، خیلی بدم میاد از این کالکتور، خیلی به ضرر ماست، ولی خب تا جایی که میتونیم باید دفاعش کنیم. خیلی هم عالی. گالم ما تامپمون رو ریختیم، نمیخوایم دفاع کنیم زیاد، از سمت مخالف حملمون رو میکنیم. خب چون والکریمون ایو شده این واجبه، اینو باید اول دفاعش کنیم. خیلی روی مخه. آدم از سمت چپ بیخیال مینیون میشیم. خب خوبه، ویچ دفاع شد. مینی پکا هم که داره اسکلت دراگ میزنه، خیلی هم قشنگ. وایر زپمون بره واسه ویچ و تا بره سمت راست و خب خیلی هم قشنگ، خیلی دفاعی زیبا و همچنین همزمان هم یه حمله زیبا تونستیم که تاور حریف رو بگیریم و کلا گیم رو واسه خودمون کنیم. و خب به تک تک کارتایی که ریخته میشه اگه توجه کنی یکیش اینور اونور بشه ممکنه شما 3 استار هم بشین جلوی همچین ترکیب های خشنی که ویچ ایو دارن توشو. خلاصه که خودتون میدونید دیگه، ویچ ایو و مینی پکا هیروی جدید ترکیبشون چقدر میتونه درد سرساز باشه براتون. بخواد خب بریم سراغ بتل آخر، وین های پشت سر هم، به غیر از یه دونه که باختیم متاسفانه با بدشانسی جلوی دک واتاپ. بریم بتل آخر این ویدیو رو بزنیم و خب بتل های دیگه و ویدیوهای دیگه رو انشالله در روزهای آتی براتون آماده میکنم. بریم واسه این بتل. لاوا توی دست اول نداریم متاسفانه، کارت بعدی هستش، بس منتظر حریف میمونیم. شرمن معمولا با دک آرجی میارن، یعنی رویال جیانت اشتباه نکنم، ترکیب ایشونم رویال جیانت هستش. بله همینطور که گفتیم. دو از گوشه ترین سمت. من یه ویدیو آموزشی، یه ویدیو کوچیک از بتل با آرجی براتون گذاشته بودم که چجوری دفاعش کنیم و چجوری بالون بریزیم. الان میخوام با همون روش استفاده کنیم، ببینیم اگه هانترش رو ریخت اون روش رو بزنیم. بله بالون از وسط یه زپ آماده بشه که بچسبه به توله های لاوا. یه ضربه هم بزنه اونی که میخواستیم میرسیم و همینطور هم شد. دفاع از گست و هانتر. یه فایر اینجا واسه هانتر. خب بی خیال این رویال جیان میشیم، چون هرچی بندازیم این تاور رو قراره که بگیره، ولی خب کلا بی خیالش نمیشیم، یعنی حواسمون خواهد بود بهش که کلا تاور نگیره. و مگامینیون دفاعش میکنیم. بالون از وسط. در تلاش که هانتر رو دوتا کنه یا شاید هم فایر که فایر انداخت. اسکلتا یه ضربه بزنه. بله زد ضربه رو، خیلی هم قشنگ. یعنی دیگه فایربالی که می‌خواستیم واسه تاور سمت راست بریزیم و دیگه نمیریزیم، توی دستمون میمونه.
اوه بالون خیلی بد انداختم انصافا. باید منتظر میموندم که بچسبه به لاوا، بعد این کارو میکردم. خب سوتی بود، گفتم آدمی هم که زیاد سوتی میدم کلا تو بازی ها، ولی خب مهم اینه که ما تاور رو گرفتیم. بازم تو این جور مواقع یعنی هدفم این بود که تاور بچسبه به لاوا و خب شما بالون از وسط بریزین. با توجه به اینکه هانترش هم ریخته بود، با تک فایر نمیتونست جلوی دمیج دادن بالون به تاورش رو بگیره و خلاص که شما میتونستین برنده بشید. حالا من یکم زودتر انداختم و گفتم اون سوتی هایی که هر از گاهی میدم تو گیم اینجا هم مشاهده کردین. شما از این کارو نکنید لطفاً و خب به همین قشنگی بازی رو ببرید. همون نکته‌ای که تو ویدیو تلگرام هم گذاشته بودم اینجا رعایت شد، بالون از وسط که تو رنج هانتر قرار نگیره. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اولین لایو بتل تو تاپ 1000 با اکانت جدید بود و خب قطعا آخریش نیست و خیلی قرار از این ویدیوها ببینید. دوستتون دارم. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. لایک و کامنت و سابسکرایب هم که نیازی نیست بگم، خودتون میدونید اصلی ترین شرط های حمایت همین ستایی بود که گفتم، به خصوص ساب کردن. مرسی که هستین. در پناه حق باشین. یا علی، خدافظ.